سلام علیکم. سلام دوست عزیز، خوب است؟ بخیر صحتمند؟ میشه خودم معرفی کنید؟ محمد مرتضی هستم، یکی از باشنده. خیاطی باز کنم پیسه کدام عروسی با میبره؟ والا بستگی در خودت داره. اگر واقعیت کار کنی شرایط افغانستان رو تو یک جای یک خاطره چیز دارم که یک شواهد بود، خیلی بسیار کار رو سر ما زیاد بود، خیلی کار زیاد بود. واقعیت هر چی میزدیم کار ما خلاص نمیشد. دو روز سه روز دیت مونده بود، کارهای ما خیلی زیاد مونده بود. ما فقط یک دو تا خاطرک هم اینجا مصروف کار هستن. سلام، خوب هستی؟ علیکم السلام. خوب است، شکر. نامکت؟ بلال. بلال جان، خودت چقدر وقت میشین چه کار میکنی؟ سلام، فیصل دانش هستم. خوش آمدید به یکی از دیگر گزارش های ما از چینل یوتیوب شهر میدیا. امروز به یک خیاطی شب و روز آمدیم. سلام علیکم. سلام دوست عزیز، خوب است؟ بخیر صحتمند؟ میشه خودم معرفی کنید؟ محمد مرتضی هستم، یکی از باشندگان تایمنی. بسیار خوب، بسیار خوب. مرتضی جان مصروف اتو کردن لباس هاست. مرتضی جان، اگر درباره کاروبارتان به ما یک کمی معلومات بتین، چطور است کاروبار؟ والا کاروبار در عموم در افغانستان کم است، کار کم است، اما میشه که یک روند زندگی یک روز و شب انسان رد شود. مگم کار در عموم در افغانستان واقعیت کم است، کار کم است. والا دقیقا همه از کاربار ناراض هستن. حالی میشه ما هم کدام خیاطی باز کنم پیسه کدام عروسی با میبره؟ والا بستگی در خودت داره. اگر واقعیت کار کنی شرایط افغانستان رو تو یک جای ایجاب نمیکنه برای انسان که از پیسه خیاطی تو پیسه یک بلر منزل، پیسه یک عروسی را جور کنی. شرایط افغانستان واقعیت خیلی خراب است، از لحاظ اقتصاد ضعیف شده، از لحاظ کار ضعیف شده. بچه ها زیادترش بیکار است. امیال زیادتر خیاطی هایی که در گرد و گوشه ما هست واقعیتش کمکار است. دیگه از لحاظ پول در آمدن که یعنی از اینجا ما درآمد کنم عروسی کنم یعنی غیر ممکن شده زیاد. خب بیا، خدا مهربان است، انشالله در کاربارتان برکت. شما به نظرم لباس زنانه هم میدوزین؟ والا ما در این دکان هر چی که باشه بزنیم، یعنی از لباس زنانه گرفته مردانه، دریشی، واسکت، پدلون، هر چی که بیایه ما بدوزیم. بسیار خوب، بسیار خوب. و قیمت دختتان چند است اگه به دوستای عزیز ما بگوین؟ والا قیمت ها مختلف است. پیراندمان های ساده را ما 400 میگیریم، یعنی لباس های محفلی را 2000 1500. نظر در دیزاین مشتری است که مشتری چی فرمایش میده، که از نظر در فرمایش جنجال کارش دیده باز قیمتش برش میگه. مرتضی جان، میشه یک خاطره خوش خود در این نزدیکایید؟ به نظرم خاطره خوش از دست نارام خوی بسیار دارین، اگه یک شب بر ما. والا خاطره خوش که در افغانستان خاطره خوش خیلی کم است. و اگر یک خاطره چیز دارم که یک
شوای عید بود، خیلی بسیار کار سر ما زیاد بود، خیلی کار زیاد بود. واقعیت هر چی میزدیم کار ما خلاص نمیشد. 2 روز 3 روز عید مونده بود، کارهای ما خیلی زیاد مونده بود. ما فقط 2 شب و 2 روز بیدار بودیم، همین 24 ساعت سر کار بودیم. از دست دندانای ما در درد آمده بود که ما نان خوردن نمیتونستیم. ایروی یاد ما نمیره. نه از 10 سال پیش از این قصه مگم هیچ یاد ما نمیره. از دستی که راروخوی کشیده بودیم، از دستی کار میکردیم، از دست زمان جمهوریت از کاربار نسبت نزدیک وقت کده خوبتر بود. و در شب روز عید بود، خیلی کار بود، خیلی کار میکردیم. از دستی گفتیم راروخوی میکردیم، کل دندانای ما در درد آمده بود، نان خوردن نمیتونستیم. بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار یک خاطره خوش خود به ما قصه کردن، واقعا جالب بود. دوستای عزیز، لباس های قشنگ و زیبای اینا رو ببینین، بیننده از این لباس ها باشین. بسیار با ظرافت و مقبولی دوخته شده. به نظر لباس های اطفال است و این هم از بزرگسالان. ماشاءالله بسیار دوخت و مقبول. و اگر شما هم میخواین لباس های مقبول خود را پیرنهای بسیار زیبا بدوزین، با خیاطی روز بین و واقعی سرکدوی پروژه تیمنی و با مرتضی جان بیشتر آشنا شوید. مرتضی جان، میشه می لباستان خیلی ماشاءالله مقبول است، درباره از این لباس اگه معلومات بدین. این لباس به نام لباس کمرچین یاد میشه و پیرن گند افغانی میتونیم. مثال اگر مشتری بر ما فرمایش بده، اینجاش فیته میزنیم، لبای آستینش فیته، اینجاش فیته میزنیم، این میشه گند افغانی. اگر این فیتا را کار نکنیم، تنها این رقم باشه، این میشه لباس کمرچین. کمرچین این هم کمرچین گفته میشه، هم لباس افغانی. وقتی فیتا و یک چیزا بزنی لباس افغانی گفته میشه. بسیار خوب دوستای عزیز، این هم به دختر خانمایی هستند که ذوق دارند، اگر از این نوع لباس خوش دارند، بیان از خیاطی روز فرمایش بتن و مرتضی جان لباس های خیلی مقبول و زیبا برشان بدوزن. و اینجا میبینیم که یک دو تا خاطرک هم اینجا مصروف کار هستن. سلام، خوب هستی؟ علیکم السلام. شکر. نامکت؟ بلال. بلال جان، خودت چقدر وقت میشین چه کار میکنی؟ یک 2 سال میشه. 2 ماه میشه. 2 ماه. کار یاد گرفتی یا نه؟ خوب است، یاد گرفته. تو مثل استاد پلان کدام زن دیگر هم داری یا نه؟ از این خیاطی پیسش با جمع کنی؟ از افغانستان کجا میشه پلان زن؟ ده خدا مهربان است، خدا مهربان است، تشویش نکن، انشالله جمع میشه. و بلال جانم قسم پلان ازالی داره که پیسای عروسی را بخیر از این خیاطی جمع جور کنه و یک عروسی کنه. نامک خود؟ نامک محمد بشیر. محمد بشیر جان، خودت مصروف چی کار هستی فعلا؟ مصروف گاج. گاج، بسیار خوب. گاجی که به خاطر آستین؟ کف آستین. کف آستین، بسیار خوب، بسیار خوب. تو وقت هم شده نارم خو باشی در جای آستین، در جای پاچه گاج اورلا گاج کرده باشی؟ نه خیر. ماشاءالله بچه بسیار زرنگ و هوشیاری است. انشالله این رقمی خواست پیش نشده. و ببینیم که از استاد پرسان کنیم، استاد کدام دفعه با تو واقعه رخ داده که پیران از یکی مانده باشی و تنبان از یکی دیگه؟ والا در خیاطی کارا زیادتر شده، واقعیت شده. مثال یک پیران کده یک پیران دیگه و قدر تفاوت داره در رنگش، مگم تنبان یک دیگه رو موندیم رفته، پیرانش یا مونده تنبانش رفته. این تو کارا در خیاطی در او آدم میشه که در زمانهای شوید بسیار کارهای ما زیاد است، کارهای ما زیاد میشه و از او آدم یک ذره تا بالا میشه واقعیت. خب واقعیت نارمخوی اثرات خود داره. و گفتنی خاصی اگه به دوستای عزیز ما داشته باشین، پیامی؟ والا پیام خاصی خو ندارم. ما خودم یک چند وقت شده از ترکیه دیپورت شده آمدیم، همی کابل هستم دیگه. از دستی همی بیروزگاری و یعنی کار و بار و تا و بالا و همین چیزا وطن ترک کرده بودیم، رفته بودیم طرف ترکیه. 4 سال در ترکیه بودیم، باز 1 2 ماه 3 ماه میشه که آمدیم افغانستان. اینجا شرایط افغانستان واقعیت از لحاظ کار، از لحاظ اقتصاد خیلی ضعیف شده. خواهشمند هستیم که یک زمینه کار برای جوانا مساعد کنه که همین جوانا دیگه رو به خارج
رو به مملکت‌های بیگانه اید نکنند. بسیار رنگزردی و دربدری و خاکبسری را جوانای افغانستان در کشورهای خارج زیاد میکشند. همین را خواهشمند هستم که یک کار بار است در افغانستان مساعد بسازه که جوانا مسافر نشوند. بسیار زیاد تشکر. واقعا پیام خیلی زیبایی داشتن مرتضی جان. انشالله تعالی خدا بزرگ است. انشالله کشور خود ما یک روز انشالله آباد میشه. امید داریم. کوشش کنیم بمانیم تا بسازیم تا برنامه بعد بدیم.